اگه من بیماری تیروئید داشتم، یه دارو هست که هیچ وقت سراغش نمیرفتم. میدونه چی هست؟ این دارو قرص ضد بارداری هست. شاید بپرسید مگه قرص ضد بارداری چه ربطی به تیروئید داره؟ بیایید خیلی ساده براتون توضیح بدم. قرص ضد بارداری جلوی توانایی طبیعی بدن برای تولید دو هورمون مهم زنانه، استروژن و پروژسترون رو میگیره. این دو هورمون برای سلامتی کل بدن، مخصوصا وقتی تیروئید مشکل داره، حیاتی هستش. وقتی سطح این دو هورمون بیاد پایین، چند اتفاق پشت سر هم میفته. یک، بدن وارد حالت التهاب میشه. التهاب مثل یه آتش پنهان در بدن عمل میکنه که کم کم به بافت‌ها آسیب میزنه. دو، روده آسیب میبینه. استروژن و پروژسترون به میکروب‌های خوب داخل روده کمک میکنن تا متنوع و قوی باشن و حرکت طبیعی روده رو حفظ کنن. وقتی این هورمون‌ها کم باشن، حرکت روده کند میشه، باکتریای خوب کم میشن و در عوض باکتریای بد بیش از حد رشد میکنن. این یعنی چی؟ یعنی شما دچار رشد بیش از حد باکتری در روده کوچیک یا همون سیبو و همچنین روده نشتی یا همون لیکی گات میشید. 3. این مشکل به کل سیستم هورمونی فشار میاره. روده نشتی و التهاب باعث افزایش کورتیزول، همون هورمون استرس، و بالا رفتن انسولین میشه. این دو مورد مثل یه زنجیره معیوب بیشتر و بیشتر تولید هورمونا رو مختل میکنن. نه فقط استروژن و پروژسترون، بلکه خود هورمونای تیروئید هم درگیر میکنن. 4. علائم بیشتر و شدیدتر میشن. وزن بالا میره، یبوست بدتر میشه، انرژی پایین میاد و حتی مشکلات پوستی و روحی هم اضافه میشه. بنابراین اگه من بیماری تیروئید داشتم، هیچ وقت قرص ضد بارداری رو انتخاب نمی‌کردم، چون میدونم این قرص مشکل رو از ریشه بدتر میکنه. در عوض برای کنترل بارداری و تعادل هورمونی راهکارهای سالمتر و طبیعی‌تر وجود داره که با بدن شما کار میکنن، نه علیه اون. پس یادتون باشه بدن شما یه سیستم هوشمنده. هر وقت بهش فرصت بدید و ازش مراقبت کنید، میتونه خودش رو ترمیم کنه. ولی وقتی با داروهایی مثل قرص ضد بارداری یکی از این حلقه های اصلی زنجیره هورمون ها رو قطع میکنید، این سیستم از تعادل خارج میشه.